جوانی پرتوان شما مردم فکر میکنید حق هم اگر میخواهیم برای شما میکنید. این حق خواستن به معنای دشمنی با حزب اسلامی و جمعیت نیست. ما معتقد هستیم در اینجا مسئله افغانستان وقتی حل میشه که مردم و احزاب هم دیگر را تحمل بکنند، در صدد حد یکدیگر نباشد. ما این افتخار داریم و حق داریم در اینجا افتخار بکنیم برای این مسئله که وحدت ملی را ما به وجود آوریم. چرا؟ از خاطر اینی که برادرایی که در پشاور بود در سال 67 ما را حذف کردند، ولی ما عقده‌ای بر خود نکردیم. ما برای مردم ما حق میخواهیم و میخواهیم در تصمیم گیری شریک باشیم. هر کس توی مملکت خیانت بکنه باید بهش بگیم. راه حق در افغانستان تمام شد و کسی نمیتوانه کسی را، ملت را، احزاب را و حزب را و مذهب را حق بکنه. یک راستای تفاهم و پذیرشی هم میگم. من میگم هر کس برای نفاق و دشمنی ملت ها حرف بزنه خاین ملی افغانستان. با همه این مسائل ما اثبات کردیم که نمیخواهیم جنگ های حل باشه. این افتخار ملی را حزب وحدت داره. این به این معنا نیست که امروز ازبک و پشتون و هزاره علیه تاجیک موضع بگیرن. تاجیک برادر ماست، از ملت ماست و یک کتله بزرگی از این سرزمین است. این به معنای دشمنی نیست. ما در این راستا تلاش میکنیم که یک روز این دشمنی را با تفاهم بین این چهار تا ملیت حل کنیم. 14 سال کشورهای اسلامی به جهاد ما کمک کرده در اینجایی ما از تشکر میکنیم. چین سعودی باشه، پاکستان باشه، ایران باشه یا کشور دیگر باشه، حق نمیتیم برای اینه که در مسائل داخلی ما دخالت میکنه. با این موضوع، با این روشنی، هر مردم، هر ملتی، هر تنظیم سیاسی باید رو مسئله خودش و مردمش فکر بکنه. برای کسی دیگر فکر کردن غلط است. ما با همه تنظیم ها سر جنگ نداریم، دوست هستیم. با همه ملت ها سر دشمنی نداریم و دوست هستیم. وحدت ملی را ما در افغانستان یک اصل می‌دانیم. اگر دانسته و ندانسته برای مردم ما این مسئله را کسی مطرح بکنه، این برای مردم ما ذلت است، برای مردم ما عزت نیست. معنایش این است که ما توانایی زندگی و حقوق و دفاع از حقوق خود ما نداشته باشیم. چرا این مسئله را ما نگیم که دیگران در کنار ما باشه خوب است که ما بیاییم در بین مردم القا بکنیم که ما در کناری کی باشیم؟ این مسئله فکری انحرافی است. هر کس بیاید در اینجا بگوید تعدادی از حزب اسلامی دفاع بکنه و تعدادی از جمعیت برای مردم ما فاجعه است، ما اینا را به عنوان خاین ملی میشناسیم. مردم ما یک مردم سرفرازی است که با برادری با همه ملیت ها میخواهیم با برادری زندگی بکنن. یه افغان باشم، تاجیک باشم، ازبک باشم، همه برادرم با حقوق مساوی